در دایره تجلیل روز مطبوعات به افتخار عید کسبی روزنامه‌نگاران با قرار رئیس ولایت سوق در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان چهاربینی تنتنوی دایر گردید. رکتور دانشگاه پروفسور مومی شریفزاده چهاربینی را افتتاح نموده ابراز کرد که با شرافت استقلالیت دولتی تحت سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جایگاه اطلاعات در ساحه‌های مختلف اداره دولتی اهمیت بیشتر کسب کرده به ساحه مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عامه اعتبار بیشتر ظاهر می‌گردد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همساله در سطح بلند تجلیل روز مطبوعات بیانگری گفته‌های بالاست. در ادامه علاوه گردید که واقعاً وسایل اخبار عامه سپری با اعتماد دولت، دستگاه توانای خبری، محافظ منفعت‌های ملی و امنیت دولت، تشکل دهنده افکار جامعه، ترغیبگر ارزش‌های والای انسانی به حساب می‌رود. سرور دولت به نقش مطبوعات چنین بها دادند: امروز مطبوعات هم قدم حیات و جزء خیلی مهم و جداناپذیر جامعه آزاد و دموکراتی ما بودم. کفالت تامین فضای انتخاب درست موقع و امکانات‌های وسیع را مهیا می‌سازد. در ادامه چهاربینی روزنامه‌نگاران ورزیده به مانند کریم شریف، طالب کریم آذرخش، باباجان اکراموف، اسحاق جان زاکیروف اشتراک و سخنرانی نمودند. 11 مارس سال 1912 در بخارا با عنوان بخارای شریف اولین در آسیای مرکزی روزنامه به زبان تاجیکی نشر شد و به همین خاطر بعد 100 سال وابسته به استقلالیت جمهوری تاجیکستان که ما دستاوردی خیلی بزرگ را سال 1991 نائل گردیدیم و با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 11 مارس همه ساله روز مطبوعات تاجیک اعلام گردید و سالهاست که روز مطبوعات تاجیک سنه 11 مارس در قلمرو ولایت در همه شهر و ناحیه ها به طور ضروری و در سطح خیلی بلند تجلیل می‌گردد. شایسته قید است که جامعه دموکراتی با وسایل اخبار عامه و فعالیت پرثمر روزنامه‌نگاران نیازمند است. افزایش شماره نشریه‌ها که با رعایت گوناگون اندیشی در کشور صورت می‌گیرد بیانگر آن است که در مملکت به ارزش‌های دموکراتی ارج گذاشته می‌شود. روزنامه‌نگاران دسترسی اخبار، انعکاس سریع و واقع‌بینانه رویدادهای همه‌روزه به جامعه را رسالت اصلی خویش می‌سازند. قهرمان تاجیکان استاد صدرالدین عینی هنوز در ابتدای عصر گذشته چنین ذکر نموده بود: روزنامه هر قوم و ملت زبان ایشان است و هر قوم و ملتی که روزنامه ندارد گویا زبان ندارد. ذکر گردید در ادامه چهاربینی. سپس دانشجویان دانشگاه به سابقه‌داران مطبوعات سوالها پیشنهاد نموده پاسخ گرفتند. در انتها به استقبال روز مطبوعات روزنامه‌نگاران و یک زمره کارمندان دانشگاه با تحفه و سپاسنامه‌های ریاستی دانشگاه قدرشناسی شدند. هدف برگزاری چهاربینی مذکور انتقال از تجربه روزنامه‌نگاران سابقه‌دار در رشد مکتب روزنامه‌نگاری و تربیت کادرهای جوان ارزیابی گردید.